و موضوع وعدگی از تاجیکستان یک تحقیق تازه درباره آزار و اذیت لفظی زنان در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان نشان داده است که بیشتر از همه آنهای تحقیر و دشنام و حمله‌های لفظی می‌بینند که برای حق زنان صدا بلند می‌کنند. تحقیق را گلرخسار، یک سازمان حامی حقوق زنان انجام داده است. مؤلفان تحقیق میگویند حمله ها به زنان و دختران با ارسال پیامک ها، عکس و نوشته های تحقیرآمیز صورت میگیرد. درباره این تحقیق یکی از مؤلفانش، مؤسس سازمان گلرخسار گلبهار مقصود، به سوال های ما پاسخ داد و اولین سوال هم این بود که اساساً کیها زنان را در اینترنت آزار و اذیت میکنند؟ کی بیشتر چنین زوروری را صادر میکند؟ بیگانه ها یا نزدیکان؟ تحقیقات نشان داد که 54% حالت ها از طرف نزدیکان صادر شده است. شوهر، همسر سابق، همسایه ها، همسنفا، دوستان، خویشاوندان، تنها 27%ش بیگانه ها می باشند. یعنی زن بیشتر از جانب کسانی ضرر می بیند که آنها می شناسند و به آنها باوری دارند. از گلبهار مقصود همچنین پرسیدیم کدام گروه زنان در برابر حمله های لفظی و تحقیر و آزار در اینترنت بیشتر آسیب پذیرند؟ زنان فعال در جامعه، زنان فعال در عائله، در تجارت، خصوصا زنان روزنامه‌نگاران، فعالان جامعه شهروندی، بلاگرها و زنانی که در جامعه صدای روشن دارند. خصوصا وقتی که آنها درباره حقوق زنان، برابری، زوروری و نقش زن در جامعه می نویسند، چنین موضوعها قریب همیشه بخش شدید را به میان می آورد و پس از آن حمله های گروهی سر می شود. ما حالت های مشخص را دیدیم، یک عکس زن یا یک جمله که به تصورات سنتی زنان تاجیک موافقت نمی کند، می تواند صدها شرح‌های تحقیرآمیز و حمله های گروهی را به وجود آورد. چرا محض همین گروه تحقیر و توهین و دشنام می شنوند؟ به قول چی گناه کردند که برای یک نوشته خود اینقدر زیاد آزار لفظی می بینند؟ چرا محض چنین زنان بیشتر هدف می شوند؟ فکر من آنکه زیرا آنها تصور سنتی زن باید خاموش باشد را بشکنند. هر وقتی که یک زن درباره حق خود، برابری سیمای زن یا زوروری سخن میگویند، این در چشم بعضی ها خطرناک می نماید و تکنولوژی به چنین آدمان امکانیت میدهد که این فشار و تهدید را به شکل رقمی بجزات ادامه دهند. و سوال آخرین ما این بود که آیا در پی این تحقیقات تأثیرات حاصل نمی شود که فناوری های نو یا شبکه های اجتماعی گویا خطرناک و ناضرور هستند و از آنها باید دست کشید؟ تکنولوژی سبب زوروری نیست. آن زوروری کهنه را پرقوت می کند. برای حل آن ما باید هم قانون، هم سوادناکی رقمی و هم مناسبت جامعه را تغییر دهیم. زنان باید دانند آنها تنها نیستند. حقوق آنها هم آنلاین هم آفلاین برابر مهم است و ما باید آن را حمایت کنیم در همه جا. تشکر. گلبهار مقصود، مؤسس مرکز زنان گلرخسار، راجع به تحقیق نوین سازمان درباره خشونت با استفاده از فناوری‌های نوین و اینترنت با ما صحبت میکرد. شکل مفصل این صحبت ما به زودی در سامانه ما در صفحه azadi.org نشر می شود.